توی این ویدیو قراره که از عکسای کوچیکی من تا الان و آفرین همه رو ببینیم، ولی خب این وسط خیلی عکسای که اصلا نمیدونم چی ان درست حسابی زیاده. سم تاکسیک رادیواکتیو با حضور ویژه ثریا محبوب دلها. خب بچه‌ها من نظرم اینه که از بعد ورودت به این دنیا عکس‌ها رو شروع کنیم. ببین باز آخه اینا خیلی خوبه، هر چی میره جلوتر بچه عکس‌ها فاجعه. نه ببین نه عکس‌ها یک نقطه بابا مهرانا یک نقطه اوجی داره، یعنی از تاکسیکی هم میرسه به رادیواکتیو دوباره میاد الان خوب میشه، یعنی به نظر من سیر اینجوری رو آره ببین مثلا بچه بودم اینجا بودم یهو میام اینجا دوباره یهو میام اینجا، برعکس داری میگی. آره حالا نمودار حالا من میگم از بعد ورودت به این دنیا شروع کنیم که با این عکس شروع میکنیم که حال خراب است. آره اصلا چه قیافم اینجا کجاست، این چه کوفتیه، این فکر کنم مثلا یک ماهش ایناست. هی پشتش تاریخ و اینا نداره هیچی، اعصاب نداره، شبیه الانم هستم مثلا یه ذره بی اعصابه، یه ذره ترسیده از این دنیا و حالش خرابه دیگه. بعد ببین موهای ابرو پیشونیشو میتونین ببینین، موجه ها هم هست تازه. آره یعنی از بچگی همون من موقع موجه داشتم قبل اینکه با فرموژه کنده شه. وای من ببین بیا معلوم نیست. بیا نمره هم بدیم. چقدر پیشونی مو داره یا بیا نمره بدیم. من از 1 تا 10 میدم. 10؟ آره. من می‌خواستم بگم 8. نه من آره 8 میدم چون بعدتر اینو خیلی بیشتر آره منم 8 میدم. این وای من عاشق این عکسم. منم عاشق به قول عاشقشم. بچه تو رو قرآن نگاه کن، فقط ببین موجه ها رو نگاه کن. خیلی من خودم این عکسم واقعا 10 از 10 خیلی منم این عکس 10 از 10 میدم، یعنی میخواستم عکس پیدا کنم قشنگ دنبال این میگشتم. نگاه کن پشتش تاریخ داره فکر کنم، انگار عروسکه. نه من گشتم ببینم داره یا نه. واقعا من به این عکس 10 از 10 میدم. مامامیا ماماسیتا کاچلا خیلی جیگره. اینجا نمیدونم داستان چی، انقدر ناراحتم. خونه شما این؟ ببینم خونه ماست. خونه شما. و ببین لپا رو ببین، لپا انگار شوخیه واقعا. مهرانا 2 تا میوه گذاشتم. یکی از خوشگل ترین بچه‌هایی که تو زندگیم دیدم. خیلی ناز بود. عکسام بد اخلاقم دوشون. خیلی جیگره. عکس بعدی تولد 1 سالگیته. تولد 1 سالگیم خیلی ناز بود. این عکس تولد 1 سالگیشه و اینی که کنارش نشسته هم من هستم. تو خیلی کوچولویی. من اینجا بچه 7 سالمه. مهرانا 1 سالشه، منم 7-8 سالمه. من لباسم همیشه همونقدر پرنسسی بود واقعا. آره. صورتی و پفی و منم یه بچه لاغره. واقعا خیلی لاغر بودی. مظلوم ناز. من فکر کنم بچه بودم 3 کیلو خورده اصلا به دنیا اومدم از بس بعد من خیلی برای به دنیا اومدن مهرانا هیجان زده بودم. نمیدونم چرا. گفتی رفتی دفتر مدیرتون رقصیدی اصلا خیلی خوشا انگار مثلا انگار داشتم خواهردار میشدم. ولی وقتی که دم در خونه مام بزرگم اینا دیدمش شدم اصلا حالم بد شد. انگار یه تیکه گوشت از قصابی آورده بودن. نه ولی خیلی هم قرمز بود. منم تا حالا بچه ندیده بودم اصلا. آره اصلا اینجوری بودم این چه کوفتیه. What the fuck is this؟ خب عکس بعدی فکر کنم اینه دیگه. من عاشق این عکسم. من حتی این عکس پروفایلمه. این فیوریت عکسم از مهراناه، یعنی لپ، موژه، سیس. موجه ها تو بذار نشونشون بدم. ببین موجه ها رو ببینی، نگاه کن. البته من این موجه رو یه دور با فرموژه عاشق این عکسشم. بعد بچه‌ها موهاش صاف بود، بعد پایینش فر بود. همین مدل مویی که من الان به هزار سختی درست میکنم، حالا اینجا زیاد معلوم نیست. هی رفته چیز سر شد. اونجوری بود موهاش. بعد یه تایمی هم موها فر زنگوله‌ای شد. فر زیاد. عکس بعدی اینم تولد باز. نمیدونم اینجا چه خبر بوده ولی من دکوراسیون تولده. من یعنی فاجعه‌ام. اینجوری که بتونم منم ببینم. خیلی بدم من به این عکس از 1 تا 10 5 میدم. نه مهرانا خوبه نه خودم خوبم. من که خیلی بدم. تو اینو فکرم دادی جلو. من اصلا کلا هر عکسی ببینی فکرم جلوه. میبینی؟ عکس بعدی اینه.
دوباره قبلا منو همش تولد و اینا بودیم. مهراناییم. آره اینا همش خونه ماه. این منم و اینم مهراناه. به این عکس باز اینجا خیلی بهترم. بذار من ببینم. من بهش میدم از 10 6.5. مهراناه ولی اینجوریه. ده 6.5 من میدم به این عکس، ولی باز از قبلی بهتره. آره از قبلی بهتره. اینجا دیگه 2 سالش احساس ایناه. کنم قدیما یه طور دیگه خوش میگذشت اصلا هر جا میرفتیم. اینم من و مهراناییم. سیرکیم کجاییم؟ سیرک چیه؟ لامصب رستوران. سیرک سیرک. ببین اینم من و مهراناییم. من باز ناراحتم. آره تو انگار میخوای بری دهن یکی سرویس کنی. ببینم قیاف راست میگه، انگار به یکی چشم خورد، ولی حتما نازه من هم تو واقعا خوبی هم خودم. من اینجا 9 سالمه. آخه جشن تکلیفه. اینجا فکر کنم مثلا مهرانا 3 سالشه، من مثلا 10 سالم. اینا اینجا تو باغ بودیم داشتیم آب بازی می‌کردیم. بچه‌ها من واقعا خدا رو شکر که ارتودنسی کردم. سریا اون موقع لاک پشت داشت. آخه آره اساسا لاکی بود. چقدر دندونام نامرتبه می‌بینی؟ من همیشه نگاهم به افق، حالا یا با خنده یا بدون خنده. نه بچه دندونای منو. و میرسیم به این عکس. فکر کنم اینجا مهرانا مثلا 4 سالشه، من 10 11 سالمه دوباره. اینجا شما من اینجا اینجوریه. آره بیا دقیقه اینو بازسازی کنی. ایناش من یا پوکرم یا عصبیم یا اصلا در نگاه هم یه بر دیگه است. من ببین من انگار هرچی میگذره دارم میرم به سمت پسر شده. وای درد و نفرین. از کجا شروع کنم؟ از هیچ جا. وای بچه من از الان اینطوریم که نه، من تا بچگی موهام لخت اینطوری هم نه، اما یکم حالت دار بود، بعد فر زنگوله‌ای شد، الانم که الانم که کراتین کردم. ببین آخ وایسا اول نشونتون بدم. مهرانا وای من عاشق جک و جونور بودم. ببین مهرانا خب مثلا یه سوس که مثلا انقدی مثلا اینجوری رد میشد، بعد مهرانا برش میداشت. مثلا واقعا ببین یعنی من فقط هر دفعه با مهرانا بودم چون ما باغ داشتیم، هی میرفتیم کردان و قبل اونم هی مثلا طبیعت و اینا با هم میرفتیم. آفرین. ببین یعنی اومد مهرانا دیدم میدونه قورباغه وزغه مثلا انقدی تو دستشه. اصلا یعنی من فقط خدا میکردم این چیزی نبینه، چون هر چیزی میدید برمیداشت میآورد. و علاقه خاصی به مرغ و خروس داشت. خب یعنی مرغ و خروس مثلا الان ملت سگ و گربه چقدر دوست دارم. مرغ و خروس. من جوجه میگفتم مرغ و خروس شه. بعد شد یه دونه چیز داشت، یه دونه 2 تا جوجه داشت. یکیشون بادون بود و یکم مخمل بود. خب یکیشون مرد، مخمل زنده بود. مخملم مشکی بود. مخمل زنده موند و ما هی مثلا نگهش داشتیم دیگه. صرفا مهران داشت به عنوان حیوان خروس نگهداری میکرد. خب یعنی خروس شده بود، قشنگ بالغ شده بود. بعد ما بردیم اینو دادیم به یکی از اون همسایه‌های نزدیکمون که مثلا مرغ و خروس و اینا داشت. مرغداری نه، از این همین قفس، از اینا چند تا قفس بود توش مرغ و خروس. نگو شغال اومده بود اینا رو خورده بود. من این قضیه رو چند سال بعد فهمیدم. وایسا تعریف کنم. ببین شغال اومده بود اینو خورده بود، بعد ما نمیتونستیم به مهرانا بگیم. خب یه چند هفته گذشت گفت مخمل مثلا گفتیم الان نیست این آقا، بریم مثلا خونش ببینی و اینا. میرفت میدیدش. بعد ببین مخملم مثلا اولش یه مهرانا رو میدید قشنگ یادم یه فاز جنگی میگرفت، یهو مهرانا عین خیالش ببین بال میزد تو دستش میگرفتش، مثلا اونم دیگه رام میشد. میدید رامی نداره. حتی چند سری هم یکی دیگه رو جای مخمل. آره چند سری رفت. یه خروسه بود خیلی هم دیگه وحشی بود، ولی مهرانا ببین اونم حتی رام کرد، یعنی یکی دیگه رو به عنوان مخمل میگرفت بغلش سر میزد به اون. این حالا این اونجا نیست، این میدونی کجاه؟ این شمال بود. آره این شماله. بازم مهرانا در حین خروس بازی. الان ولی جرئت ندارم الان دیگه و یادمه وقتی مخمل مرد من مثلا 1-2 سال بعدش فهمیدم. چطوری فهمیدم؟ استخر بودم با مامانم منو همینطوری بغل کرد و مهرانا یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ گفتم نه بگو چی شده فلان. مخمل مرده. من اینطوری بودم که کی مرده، مثلا همین اخیراً بغلش کردم. گفت 1-2 سالی هست که
مرده. بعد منو میگی وسط استخ زدم زیر گریه. خب عکس بعد خداست. خب بچه این عکس رو اینجوری نشونتون میدم. ایشون منم و ایشون مهرانا خانم. تو اینا بودم. ببین لگ اسکلتی مد شده بود و دستبند زیاد و من این لگم تاپ بود. خواهرام برام از کیش گرفته بودن و مهرانا خانم تیپش. من این تیپ مهرانا رو نمیفهمم. سیس قیافه. من ببینی هیچ وقت نگاهم به دوربین نیست، همیشه یه آره این شلوارش کابوس هستی، میرسیم به شلوارش. چرا اصلا باید همچین شلواری؟ ببینم یه بار دیگه شلوارا رو. انگار تو وایتکس رنگ گرفته، رنگش رفته. من از 10 به اینک 3 میدم. اون موقع جفتمون آیپاد داشتیم. اینجا این سالش هم اگه بخوام بهتون بگم این 2015 ایناه. 11 سال پیش. 10 سال پیش. آره 10 سال پیش. یا خدا. یعنی تو چند سالته اینجا؟ من 10 سالته. من اینجا یعنی چند سالمه؟ من 16 17 سالمه. من همیشه عاشق لگ اسکلتی و تاپ اسکلتی سریا بودم و یادم مثلا چند وقت بعدش که از مد افتاد و منم بزرگ شده بودم تاپ اسکلتی رو گفتی بیا برات رو. انگار از گنجینه جواهرات اون بود مثلا. من مهرانا خیلی انگار دنیا رو بهش داده بودن. خب این عکس نمایانگر بارز من و مهراناه. همیشه خواب همیشه همینطوری. ببین مهرانا میخوابیدیم مثلا عین ساعت میچرخید اینا، یعنی جای پام و کلم عوض میشد موقع خواب. این من و مهرانا الان میبینی انگار یه دونه زده تو دهن من. بعد من پامو مینداختم رو اون یکی پام میخوابیدم. نمیدونم چطوری بگم، یعنی یه پام اینطوری بود اون یکی پام روش بود. نمیدونم چطوری میتونم بگم. خیلی جالب بود. به این از 10 چند میدی؟ به این از 10 میدم. خیلی این عکسمون رو دوست دارم. من انگار گردنم شکسته تو خواب. خب عکس بعدی. اصلا اینو هر سری میبینم شوک میشم. وای نه بچه بذار یه چیز بگم. نه بذار اول توضیحات لازم بدم. من موهام فر بود ولی همیشه صاف میکردم. بعد شب یلدا این عکس اولین باریه که من با موس و کرم و کلی داستان تصمیم گرفتم موهامو فر کنم و خود واقعیم باشم. خب خود واقعیش من به این عکس از 1 دادم 3 میدم. منم 2.5 میدم. و این دیگه ایناست. دیگه این سن 11 12. من توپل نبودم اصلا. نمیدونم یهو چی شد توپل شدم. توپل بد. اصلا چقدر قرمزم بودم. من همیشه لپم گول می‌داد. آره خیلی سرخ و سفید بود. من خیلی این سرخ و سفید بودن تو دوست داشتم. ولی الان نه. همه بهم میگفتن مهران چقدر خوشگلی. مهران اصلا یه مش دشمن دور خودم جمع کرده بودم. اینجا سال کرونا چه سالی اومد؟ تو همون 2018 19 بودیم فکر کنم. این سال 2018 بچه‌ها. یعنی چند سال؟ موهای فرم 2019 خب پس این 2018. چند سالت بوده اینجا؟ 2018 اگه مثلا بگیریم 6 سال پیش میشه 14 سالم. میشه 7 سال پیش 2018. اینجا خب 13 14 سالشه. این منم و مهرانا دوباره همون سال. اینجا یعنی من چند سالمه؟ تو چند سالت بوده؟ من اینجا 19 اینا. واقعا اینجا قاتینگا و پاتینگا بودیم. ببینید بعد من اون موقع فکر میکردم این استایل و این همه چی ته بابا بچه به عنوان این همه حالا این همه سال که نه برای من به نظر من برای اون موقع خیلی قشنگه تیپ و استایلش. من خودم همون موقع خودم استایلش بعد اون موقع می‌کردم. همه شلوارا اسکینی بود. اینو نه وای حالا میگم تازه چون موهام نه صاف بود نه فر وزی رفتیم موهامون رو کوتاه کردیم. نداری از مو کوتاهی؟ نه خدا رو شکر واقعا خدا. بعد چون من موها پسرونه زده بودم تا اینجا پسرا چطورین؟ کارن الان چطوری بود تو ویدیوی آخرم؟ همونطوری موهام بود. خب حالا میریم مثال 2000 تا اینجا هاست. میگم پسرونه این بغلا فید بود. این مثال 2019. اینجا دیگه خیلی توپل بودم بچه‌ها. بعد من یهو تصمیم گرفتم لاغر شم. من نمیدونم چرا انگار مثلا 36 7 سالشه. نمیدونم واقعا چرا همچین بود. تو نیستی خودت تو این عکس ببینم؟ چرا من هستم. میخوای بیا دیگه باید زهرشو بریزم. منم اینجا 96 کیلو اینا بودم. مردان آهنی
من اون موقع مثلا قدم اگه اصلا چه 150 100 چه میدونم مثلا 60 نبود واسه 58 کیلو شده بود. خیلی زیاد بود اون موقع واسه من. اینجا شب یلدای 2019 چه لاغر شده خوب بودم. شدیم. آره هم من تو لاغر خوب شدم. شدم اینها خیلی اینجا خوب شدیم. من موهامو یادم اینجا با چنگ و دندون صاف کرده بودم. ببین بچه‌ها موهای مهرانا یعنی به من که میگفت صاف کن که خودمو اذیت نمی‌کردم، با توی لباس موهاشو صاف می‌کردم همیشه. یادمه. منم ولی سفره شب یلدای اون سال خیلی خوشگل بود. سال 2019 خیلی سال 2019 یهو خوب شدیم. آره از عرش به فرش رسیدیم. سال 2019 رو دوست داشتم. از فرش به عرش رسیدیم. سال 2020 اینجا کرونا بود. همه کرونا گرفته بودن. ببین بعد مهران اینا میومدن 2 هفته نه فقط من و کارن یه تایم زیادی مثل یه ماه موندیم خونه. یه ماه که مثلا جمع می‌کردیم رو هم خیلی طولانی آره میشد. ولی یه تایم ثابتی من و کارن موندیم خونه ثریا اینا. میتونین الان هر سه تامون رو توی این عکس. و اینجا استارت میکاپ زدن میکاپ کردن من اتفاق افتاد. هم موقعی که تیک تاک خیلی وایرال شده بود و اینا. ابروهاتو برمی‌داشتی اینجا؟ نه اینجا بر نمی‌داشتم. من یادمه هر وقت قبلش بود هر وقت به من میگفت مثلا سیبیل نمیدونم میگفتم آقا برو بردار بگو شد. یادمه قشنگ همین حرکتم زدم. همیشه شیرش می‌کردم. همین حرکتم زدم یه تیکه ولی از سیبیلمو زدم که نامحسوس بود و نفهم. کدوم تیکه؟ چرا یه تیکشو زدم چون میترسیدم مامانم مثلا چیز کنه بعدن. من میگفتم برو بزن. آره قشنگ یادمه. زدم ولی یه تیکه مثلا یه تیکه سفید براق بود بقیه سیاه بود دیگه. وای. بعد تو بگو ابروهاتو زدی. وسط ابروی من دیدم. آره دیدم. خب اینجا سال هنوز 2020 مهرانا دیگه داشت مثلا خانوم طور میشد. آره من اصلا شروع کردم مانتو پوشیدن و موامو دیگه استایل کردن و ولی خب چشام شدن میرفت. نمیدونم چرا چشات بسته است دیگه. من مثلا اینجا 68 کیلو اینا بودم. ترقوهات قشنگ دم زده بود بیرون همش. صورتت زاویه فکی شده بود. این شکلی بودم من. خیلی بعد یادم تو خونه چون کرونا اومده بود مثلا ورزش می‌کردیم. بعد من با هر سری ورزش قولنجای انواع مختلف قولنجای بدنم میشکست. یادته؟ ببین این عکسو نشون میدم چون به مهرانا ربط داره. داشت تاپ می‌خورد و فکر کنم داشتیم دعوا می‌کردیم. نگو این داشته از من عکس می‌گرفته. خب بعد یه دقیقه قیافه منو تو عکسا ببینین. ببین بذاریم به خاطر اینکه بازم بتونیم منو تصور کنی که چقدر لاغر بودم. ولی بذار یه چیزی بگم راجع مثلا این موقع یه طوری بود که ما خونه ثریا اینا بودیم میرفتیم با اینکه کرونا بود خیلی هم حال میداد دستکش دست می‌کردیم ماسک می‌زدیم میرفتیم از پالادیوم خرید می‌کردیم حتی زولبیا با میام یادت می‌گرفتیم محرم زونم بود میومدیم دوباره خونه ثریا و خیلی حال می‌دادیم پروسه. اینجا نه اون خونه قبلیشون هم اینجا مهرانا رو برده بودم خونه سانازینا. اینجا من تازه داشتم شروع می‌کردم باز شفا پیدا کردم. آره بس بعد مثلا اینجا دیگه با مهرانا داشتم اینجا داشت رابطمون یه ذره خوب میشد کم کم. مثلا ببین همش ما با هم بودیم ولی خب روی اعصاب هم دیگه بودیم. مثلا من یادمه میرفتیم کردان مثلا یهو اینجوری می‌کردن الان جمع می‌کنیم بریم دیگه شما گندشو درآوردی. من یادمه یه سری بچه بودم یه جوجه زرد داشتم خیلی دوستش داشتم برده بودمش خونه ثریا اینا. بعد خونه ثریا اینا 2 طبقه است. من طبقه بالا بودم ثریا پایین. بعد من بچه بودم یه ملافه کشید رو سرش بعد گفتش که مهرانا بیا پایین جوجه‌تو پرت کردم پایین. بعد منم ترسیده بودم خیلی اذیتش می‌کردم ولی خب انقدر پررو بود بیدی نبود که با اون بادا به لرز خدا وکیلی. اینم خوب از خجالتان در میومد. فکر نکنید مثلا بچه بود و فلان. این عید 400 یعنی سال نو 400 باز خوب جفتمون اینجا باز قیافه‌های قابل قبولی داشتیم. این سال یعنی عید سال نو 1400 من راضیم. ببین همیشه تو هر سنی مهرانا رو من استایل می‌کردم. از استایلات راضی بودی؟ موهامو صاف کرده بود. بعد کلی همیشه عکس می‌گرفتیم واسه پست کردن و اینا. آره خیلی عکس می‌گرفتیم. بچه‌ها خوش چی؟ بیشترین سفری که من خوش گذشت این 30 شهریور 1400 این بیشترین خوشی بود که به من تو یک سفر گذشت. اینجا رفته بودیم استانبول واقعا بهمون خوش گذشت چون همش تو یه خونه بودیم یعنی فرض کن همین خونه زندگی و استانبول داشتیم. بعد سفره یه جوری بود که انگار من و مهرانا سفر مثلا 2 تایی رفته بودیم چون از صبح تا شب مثلا معمولا جدا می شدیم با هم دیگه می رفتیم.
آره مثلا ماماینا میرفتن یه بار خرید، من و سریا میرفتیم یه بار خرید. آره. یه روز 3 بار رفتیم کجا؟ زورلو. چون سایز کفشش رو هی داشت عوض میکرد. این سال 1401 نه بابا چه اخیرانیه. 3 سال پیش. و من این هودیمو از همون سفر استانبولمون خریده بودم. خیلی هم دوستش داشتم. خوشگله دیگه. هنوزم دارمش. چرا؟ خیلی خوشگله و منم بچه هنوز لاغر بودم. مثلا اینجا 69 کیلو اینا بودم. اینجا دعوا کرده بودیم. بعد اینجا دعوا اصلا یادم حالم داشت از ولی دعوا اصلا کرده دلم بودیم. نمیخواست وایسم کنارش عکس بگیرم. بخاطر اونم با فاصله وایسم. آره. گفت طلاق عاطفی گرفتیم. بعد دو مهران دور از روی دیگه معتادی. ببینم یه بار دیگه عکس منم ببینی. اینجا صورتم شروع کرده بود جوش زیاد زدن، جوش قرمز زیاد. تو این عکس‌ها من شروع کرده بودم خط چش زدن، خط چش کشیده با سایه رنگی. خط چشای کشیده با سایه‌های رنگی همونطور که می‌بینید. از همین پلت سایه رنگی هم و موهامم فر کرده بودم و کوتاه کرده بودم موهامو. خودش هم سرخود. و احساس کنم خیلی پرفکت. این الان 3 سال پیش بود این عکسه. این تولد 16 سالگیشه. بعد کیکم مامانم درست کرده بود. بچه کیکو ببینی؟ مامانم درست کرده یعنی بود. واقعا باورم نمیشه. باورت میشه خواستم بگم کیکو از کجا خریدی؟ مامانم درست کرده. اون موقع هم دیگه با موهای فرم دیگه خیلی اخت گرفته بودم. یه تایمی خیلی با موهای فرش اخت گرفته بود. بعد انگار دلشو زد. نه دلمو نزد. چی شد تا 2 سال پیش که من رفتم دانشگاه موهام زیر مقنعه خیلی افتضاح میشد. طوری بود که مثلا شونه میکردم یه کپه موی گره خورده کنده میشد. دیگه همونو تصمیم گرفتم برم کراتین کنم. خیلی هم کراتین واسه تو واقعا به نظرم خوب بود. اینجا مامانم میخواست بره آمریکا، رفتیم سفر که مثلا پیشش باشیم که مثلا ازش خدافظی و اینا میخوایم بکنیم. و اینجا بارون زیادم زده بود، رفته بودیم نمک آبرود. اینجا من موقع کرونا بود. آره منم مهرانا رو میکاپ کرده بودم، ازش عکس گرفته بودم. اون موقع خیلی حال داشتیم، هم توی رندوم میکاپ میکردیم. آره اصلا خیلی همینجوری میگفتیم چیکار کنیم، گفتیم خب میکاپ کنیم عکس بگیریم. اینم 2 سال پیشه دیگه. مهرانا به عرصه بزرگسالان وارد شده بود و اینجا چی بود؟ باز شب یلدا بود؟ آره شب یلدا بوده. شب یلدا بود. و همین این بود از من و مهرانا. خیلی خوشحالم که مهرانا دختر خالمه و خیلی این ویدیو بهم خوش گذشت. ولی من یه تایمی اصلا نمیتونستیم با ببین همون کردانی که گفتی میرفتیم، سریا میرفت تو ماشین درو میبست. یادته؟ صبح تا شب میرفت تو ماشین اصلا در نمیومدن تو ماشین. بعد همیشه ما زودتر از مهرانا اینا میرفتیم، یعنی مهرانا میومدن. بعد ببین مهرانا کاش مثلا فیلمای خیلی قدیمیمون رو داشتیم. آهنگ میذاشیم، آهنگ جاستین بیبر میرقصیدیم باهاش. اون خیلی قدیمی تر از این چیزیه که میگیم. اون خیلی قدیمی تر از همون تو کردان میذاشیم. مثلا نمیدونم خیلی عجیب بود. واقعا خیلی عجیب بود و خیلی بهمون خوش میگذشت واقعا. با اینکه اکثرش تو فایت بودیم. حالا یه نظری اگر بخوای بدی چی میگی؟ راجب من. نظرم راجع به سریا اینه که بچه من واقعا هر جا هر مشکلی میخورم، مثلا آدمی نیستم که حرف بزنم، اصلا آدمی نیستم که حرف بزنم با هیچ کس، ولی بازم اخیراً یعنی مثلا چند ماه اخیر باز بیشتر شده. سنگ میمونه لامصب انقدر سفته دیگه. با سریا هر چی میشه میگم و از بچگی هم که اصلا هم تو طول بچگیمون با هم بودیم و بگو. من خیلی دوست داشتم. بعد یه تایمی هم غذا درست می‌کردیم، غذاهای رندوم میدادیم بقیه بخورن نظر بدن. مثلا خیلی خوش می‌گذشت. خیلی بچه‌ها من واقعا حس می‌کنم مهرانا واقعا مثل خواهر کوچیک‌ترم بوده همیشه. یعنی حس می‌کنم که مثلا وجودمون تو زندگی هم دیگه اسمم خیلی فان کرد و زندگیمون و اینا رو، چون خیلی هم ما مامانامون با هم صمیمیان، خیلی ما با همیم. یعنی حس میکنم از مثلا خیلی دختر خاله ها بیشتر هم مخصوصا بچگیمون میگن که مثلا تو کرونا مثلا مهرانا شاید اگه مثلا 1 سال کرونا بود شاید جمع میکردیم مثلا 5 ماهشو واقعا ما پیش هم بودیم. 20 مدرسه های آنلاین هم صبح حتی اینا تو هم پا میشدی، حواست بود. و یه سال تو مدرسه هم بودیم.
بچه‌ها ما با هم توی مدرسه میرفتیم. بعد یادمه که کارم به دنیا اومد و من با خودم گوشی میبردم مدرسه چون پیش دانشگاهی بودم. بعد رفتم پیش مهرانا گفتم بیا عکساشو ببین. گفت بابام نشونم داده. اون موقع هم باز زیاد با هم خوب بعد آها یادمه یه سری اومد حتی دم در کلاسم. بعد منو گفتم بریم بیرون و من اینجا آنها رو جدا می‌نویسن یا سر هم. یادته؟ نه املا داشتیم. بعد کلی با ذوق و شوق اومده بود دم در کلاس من آنها رو جدا می‌نوشتیم یا سر هم. ولی آره ما یه سال تو مدرسه هم تو مهدوی هیچ وقت با هم نبودیم. نه. آره یه سال توی مدرسه هم با هم دیگه بودیم. همین. مرسی که این ویدیو رو دیدین. اگر این ایده رو دوست داشتین بگین که ما مدل‌های دیگه هم بگیریم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا درودی دیگر. بدرود. چجوری خاموش میشه؟ بدرود.